وضع صحتی دو سرحدبان تاجیک که در مناقشه با مرزبانان قرغیز جراحت برداشتند بهتر شده است. یکی از آنها سید اکبر صابرов که به دستش تیر رسیده است حالا در شفاخانه نظامی شهر خوجند بستری است و امیدوار است به زودی شفا می‌یابد. محافظت وطن ما تیارم وقتی این خرج هر شهروند هر مرد جمهوری. روز شنبه 11 انور در ناحیه اسفره در مرز با قرغیزستان میان سرحدبانان تاجیک و قرغیز مناقشه سر زد که در نتیجه 5 سرحدبان و یک مأمور میلیسا از کشور همسایه نیز زخمی شدند. حکومت قرغیزستان بعد این ماجرا سفیرش در دوشنبه را برای مشورت به بیشکک فراخواند. مقامات فرودگاه دوشنبه میگویند سال گذشته صدها مهاجر کاری تاجیک را از سرگردانی خلاص کردند. شعبه خدمات مهاجرت فرودگاه دوشنبه معلوم میکند که مهاجر حق سفر به روسیه دارد یا نه. از 77,000 نفر یعنی مراجعت کنندگان با 9,500 نفر شهروندان تاجیکستان منع ورود به فدراسیای روسیه داده شد، یعنی که جواب داده شد. و گفته مقامات رسمی آنها از همین راه کمک کردند 6 میلیون دلار مهاجران صرفه‌جویی شود. بعضی مهاجران بی‌خبر از این مقررات به روسیه می‌روند و آنها را از فرودگاه به تاجیکستان برمیگردانند. در تاجیکستان در آینده نزدیک امام خطیبان مسجدها باید با لباس یگانه به مسجدها حاضر شوند. طرح لباس یگانه برای روحانیان تاجیک را مکرمه قیوم و طراح معروف کشور تهیه کرده است. سیخ دوزندگی سعیدیان همه دوختن همه لباس ها و دوشی خود گرفت. پیراهن و شلوار و دیگر لباس ها حالا برای بیشتر از 400 سرخطیب و امام خطیبان مسجدهای جامع دوخته شده است و برای هزاران نفر دیگری آنها تهیه خواهد شد. در تاجیکستان بیشتر از 4000 مسجد جامع عمل می‌کند و تا کنون امام خطیبان آنها با خواست خود لباس می‌پوشیدند. در تاجیکستان پس از 12 ساله نخستین بار برای کودکان کرولال کتابی مخصوص نشر کردند تا از این راه زندگی آنها را در جامعه آسان کنند. کتابی مذکور که بیشتر از 1500 ایما و اشاره را در بر میگیرد به کودکان ناشنوا و لال امکان میدهد همدیگر را به آسانی بفهمند. در گذشته چنین الفباها برای کر و گونگ‌ها وجود داشت اما در آن ایما و اشاره‌هایی که صرف کلمه‌های تاجیکی را انعکاس کنند نبود. در تاجیکستان حالا بیشتر از 3000 کودکان و نورسان ناشنوا و لال زندگی می‌کنند. در جشنواره تام‌های ملی که در یکی از دانشگاه‌های روسیه صورت گرفت، دستورخوان دانشجویان تاجیک صاحب جایزه اول شد. جشنواره مذکور در بخش سنت پتربورگی اکادمی گمرک روسیه برگزار شد و به داوران از میان تام‌های ملی دیگر کشورهای شوروی سابق از جمله ارمنستان، ازبکستان و قزاقستان و روسیه، پلو و منتو و دیگر تام‌های تاجیکی خوش آمده است. اخبار و ویدیوهای از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر، یوتیوب و نکلاسنیکی و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های هوشمند.